دخترای تاجیک نظر کنید در کدام احوال هستند. دخترای ما و شما هستند. خودمان در نمازیم، دخترایمان در کدام حالت قرار دارند. دختری مسلمان امروز فتح می پوشد، باز تلفن میکند میگویند که اگر لباس فلان پوشی نکاح باقی نمیماند. تا اگر نکاح نشکند وای بس نمیکند. لیکن صحابه های پیغمبر به پررگی مسلمان بودند، جان فدا بودند. حبب الی من الدنیاکم ثلاث. حبیب خدا گفتند ای پیروان قرآن، از این دنیایی که شما حیات دارین سه چیز را دوست می‌دارم. داروخانه شفافرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. روان قرآن، از این دنیایی که شما حیات دارین سه چیز را دوست می‌دارم: الطیب و النساء و جعلت قرة عین فی الصلاة. چی را دوست می‌داشت پیغمبر خدا؟ خوشبویی را دوست می‌داشت. دوست می‌دارم که تمام پیروان من خوشبوی باشند. پدرای عزیز، نگوین که موی سفیده، یا مادرای عزیز نگوید که شما مثال ما پیران سال شدین. برای همه شما سنت این است که خوشبوی باشین. امروز خوشبویی ها در بیرون مسجد ها فروخته می شوند. اگر کدام تو شرایط داری و استفاده نمیبری تو گناهگار هستی، ترک سنت پیغمبر است. این دروغ است که وای در ترکیبش سپیر دارد. همه چیزی دنیا سپیر دارد. نان هم سپیر دارد، پای افضال هم سپیر دارد، لباس هم سپیر دارد، همه چیز سپیر دارد. حبیب خدا خوشبویی را دوست می داشتند. هر کدام دادرای عزیز یک خوشبویی خریده همراه همیشه گردان. در جایگاه خوابت خوشبویی کن. یک خوبی خوشبویی همین است که امروز ببین اکثر مردم دیوانه شده ایستادند، به کسل دیوانگی مبتلا می شوند. در کتاب خبرش آمد از کسی خوشبویی میزند جین به اون نزدیک نمی شود، وای از کسل دیوانگی امین میماند. دویم گفتن زنها را دوست میدارند. زن هم دوست داشتن ما و شما هم سنت پیغمبری خدا. زنها را هم احترام کنیم، به قدر زنها هم رسید. و سوم گفتن نماز دوست میدارم، همیشه بالای جای نماز باشم، خدا و پروردگار ما یاد کنم. و کان معه اصحاب. این چهار ستاره درخشان ابوبکر، عمر، عثمان، علی و دیگر صحابه پیغمبر وقتی حبیب خدا این سه چیزی که از دنیا دوست می داشت سخنرانی کرد، اونها صدای پیغمبر را شنیدند، همون مجلس اشتراک داشتند. حضرت ابوبکر صدیق مثل حبیب خدا گفت حبب الی من الدنیا ثلاث.
بین ابوبکر صدیق هم گفت ای پیغمبری خدا، پدر و مادرم فدای جان تو باد، منم 3 چیز را از دنیا دوست می‌دارم. آن 3 چیزی که حضرت ابوبکر گفت، نه عمر گفت، نه عثمان گفت، نه علی رضی الله عنهم گفت. بهترین جمله ها را حضرت ابوبکر گفت. چی سخنهای زیبایی گفت که پیغمبر خدا از سخنرانی ابوبکر خوشنود شدند، تبسم کردند، در حق ابوبکر دعای خیر کردند. چی جمله ها بود؟ ببین امروز من باوری دارم که اگر ما و شما را گوین از دنیا چی را دوست می‌داری، اولین چیزی که ما و شما یاد میکنیم یا پول است، یا ماشین است، یا خانه است. اولین چیزی که ما را گوین از همین دنیا چی میخواهی، یا میگیم پولی بسیار، یا زن، یا خانه، یا فلان فلان. فقط دنیا را میخواهیم. لیکن ابوبکر صدیق خدا رحمت و مغفرت کند، والله که محبت عشق دنیا در وجودش نبود، تماما به دنیا میل نداشت. در قصه ها می آید بار غلامش امر کرد که برای من آب بیار، حلقم قاق شده. غلامش میگوید یک زمان رفت گشت آمد. حضرت ابوبکر میگوید ظرف با 2 دستش گرفت، ظرف آب، نگاه کرد که آبی صاف نیست بلکه چیزی با او آمیخته شده است. گفت ای غلام، گفت این چی؟ گفت این عسل آب است. گفت آب است، در ترکیبش باید عسل دارد. میگوید ابوبکر صدیق صحابه پیغمبر میگوید به خدا قسم آنقدر گریه کرد، میگوید که سینه‌اش بالا میشد پایان میشد. صحابه گفتن ای ابوبکر، گفتن چرا گریه میکنی؟ چی شد؟ گفت من دم آخری پیغمبر خدا همراه رسول اکرم بودم. زمانی که جان به حق تسلیم میکرد، با دست مبارک چیزی را اشاره میکرد که دور شو دور شو، لیکن من هیچ چیز را نمیدیدم. و از حبیب خدا پرسیدم ای حبیب خدا، چرا به دستت اشاره کردی؟ چرا گفتی دور شو؟ گفت برای من زینت دنیا را آوردن. ابوبکر میگوید ترسیدم که همان شیرینی دنیا همین عسل آب نباشد، همون شیرینی دنیایی که حبیب خدا گفت از من دور شو، مبادا همین عسل آب نباشد که من در فتنه دنیا رو برو شوم. پرهیز ببینید چی گفت ابوبکر صدیق؟ النظر الى وجه رسول الله و انفاق مالی على رسول الله و یکون ابنتی تحت رسول الله. 3 جمله. این 3 جمله که ابوبکر گفت، کجاست همون دشمنای ابوبکر صدیق که این سخنهای گرانبها و قیمتبهای ابوبکر صدیق گوش اندازند؟ کجاست همون دشمنای ابوبکر؟ و دشمن ابوبکر در آتش است. سخنرانی ابوبکر گوش اندازه. یکم چیزی که از دنیا ای پیغمبری خدا دوست می‌دارم، النظر الى وجهک، فقط همین 2 چشم من چهره مبارک تو را تماشا کنه. یکم محبتی که از دنیا دارم این است که هیچگاه نمیخواهم که چشمهای من از تماشای چهره تو کنده شود. همیشه تماشا به سوی چهره زیبای تو. حضرت برای ابن عازب میگوید که روایت بخاری است، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس وجها، بهترین مردم از روی زیبایی حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است. ابی جحیفه میگوید بار مردم زیاد در اطراف پیغمبر خدا جمع شدند، با حبیب خدا سلام میکنند، بعد سلام دستهاشون در چهره هاشون میمالند. چگونه بعضی امروز برادرای ما و شما هم سلام میکنند، بعد سلام با یک اهل علم دستهاشون در دیده هاشون میمالند. صحابه پیغمبر میگوید ابو جحیفه میگوید سلام میکردند، دستهاشون در دیده هاشون میمالیدند، برای محبتی با پیغمبر داشتند.
ابو جحیفه میگوید من طاقت نکردم که مثل مردم سلام کنم، بلکه چیکار کردم؟ فاخذت یدیه، من دست پیغمبر خدا را گرفتم و در بالای چهره خودم گذاشتم از روی محبت. میراویا میدانستم که در هر یک اعضایی که جسد پیغمبر خدا رسد وای از آتش دوزخ امان میماند. دست را گرفت و میگه در بالای چهره روی خود گذاشتم. لیکن ابی جحیفه قسم به خدا میخورد که وقتی من دست وای در چهره خودم گذاشتم ابرد من الثلج و اطیب من ریح المسک، دستش میگوید قسم به خدا از برف دیده خنکتر بود میگوید. لیکن آنچنان خوشبوی بود دستش که هیچ بوی خوش روی دنیا به دست بوی رسول اکرم، بوی دست رسول اکرم برابر شده نمیتواند. این گونه زیبایی در چهره پیغمبر خدا وجود داشت. ابوبکر گفتن اولین چیزی که میخواهم انا همین است، همیشه نظری در چهره تو کنم. دوم چیزی که از دنیا دوست می‌دارم این است تمام دارایی، ثروت و مال و اسباب و انجامم را بر شما ای حبیب خدا تسلیم کنم، در دست شما دهم. اینا همش عملی شده بودن. همیشه ابوبکر صدیق با رسول اکرم بود و 40,000 درهمی که همگی بایی و دولت و سهولت و پسنداز ابوبکر بود در دامن رسول اکرم ریخت. سوم چی گفت؟ سوم چیزی که دوست می‌دارم یگانه دختر دوست دارم عایشه در نکاح تو باشد. دوست می‌دارم که عایشه صدیقه در نکاح تو باشد. و اینم در عمل اجرا شد. پیش از 2 سال هجرت پیغمبر خدا در مکه مکرمه عایشه صدیقه را با رسول اکرم نکاح کردند. عایشه صدیقه خود حکایه میکند، میگوید در بیرون من بازی داشتم با دوگانه هایم، و ناگاه مادرم ام رومان فریاد زد که نزد من بیا. میگوید دوان آمدم که یک تپیش در دل من پیدا شد که دلم بالا می رفت پایان می آمد، شلپر بودم، مانده شدم. مادرم گفت یک مقدار همین پسی در این بعد خانه می درآییم. من نمیدانستم که چی مسئله باشد. وقتی مادرم خانه در آورد نگاه کردم زنهای زیاد از در مدینه جمع شدند و مرا پیش اونها گذاشتند و این زنهای مدینه برای من گفتند خیر و برکات به جان تو باد که تو امروز در نکاحی بهترین بنده خدا محمد صلی الله علیه و سلم داخل بشوی. خیلی خوشنود شدم. لیکن عایشه صدیقه میگه وقت مرا نکاح کردن ماه شوال بود. برادرای عزیز تصور شما یک حکمت از اینجا دور نکنید. ماه شوال بود. رمضان بعد رمضان شوال می آید. در ماه شوال عایشه صدیقه میگه که مرا پیغمبر خدا نکاح کرد. پس اینجا یک مسئله که امروز مردم ما را فرا گرفته از بعضی از مردای ما و شما پیرو این فتواهای زمکار شدن، بین 2 عید میگویم که نکاح نادرست است. بین 2 عید نکاح نادرست. پس این سخن عایشه صدیقه اثبات میکند که شما مردم دروغ میگویید. بین 2 عید نکاح درست است. ببینید بعد رمضان ماه شوال می درآید. شوال می آید، ذوالقعده می آید، ذوالحجه، بعد عید قربان می شود. بین عید رمضان و بین عید قربان نکاح با طریق اولاد جایز است. برادرای عزیز این سخنه که بین عید قربان و عید رمضان جایز نیست، این از دوره های جاهلیت بود. این از دوره های پیش از اسلام بود. اینا در کتابا میارن که ماه شوال به چی خاطر در عرب ها نکاح نمی کردن؟ به خاطر که معنای شوال معنای مرگ میدهد.
معنای سختی را میدهد، معنای کلفت که میدهد. و یک روایت دیگر این است که در ماه شوال کسل طاعون آمده بود، آب پرتایه. دیگر مردم همین ماه را ماه بدبختی اعلان کرده بود، در این ماه نکاح نمی‌کردند. برای این از جاهلیت است، این از مردم ما و شما نیست برادرای عزیز. بین دو عید نکاح درست است، نکاح یگان زلالی ندارد. لیکن اگر بین دو عید هم گذرد به عقیده شما، بعد عید قربان هم اگر توی کنین، همین توی های فسق و فساتان باشد و در کل سال غلط و نادرست است، نه در بین دو عید. پس حضرت عایشه صدیقه را یا حکمت از این که من دور نکنم انامین بود که در ماه شوال نکاح او صورت گرفت. پس بین دو عید نکاح درست است. این فتوا است، من برای همه شما خبر میدهم. مبادا یک دختر مثال شوهر میتین، بچه هاتون زن میتین، اگر بین دو عید دم که آمد نکاح کنین، نکاح کنین درست است. عایشه صدیقه را رسول اکرم در ماه شوال نکاح کردند. دویم حکمت چیست اینجا؟ وقتی عایشه صدیقه میگوید مرا پیش زنهای مدینه آوردن، در همون خانه که گویم عایشه خودشان زندگی میکردند، توده زنها نشسته بودند و مرا پیش از آنه که به پیغمبر خدا تسلیم کنند سر و روی مرا شستند، مویهای مرا روغن کردند، بر من خوشبویی مالیدند. بعد حبیب خدا بعد چاشت، بعد گویم آفتاب برآمدن آمده دستی مرا گرفت و به خانهش برد. اینجا چه حکمت است؟ این مستحب بود است که عروس ها را پیش از خانه شوهر رفتن زنها آنها را آرا و تارا دهند. این مستحب است که آنها را شانه زنند، لباس های خوب پوشانند، خوشبویی کنند، بعد به خانه شوهر برند. این ثواب است، این درست است. لیکن دادرای عزیز، من مسئولیت دارم به خدا قسم. من میدانم شاید بعض برادرها را نمیخواهند، شنیدن نمیخواهند، لیکن این قدر میگویم که ما مسلمان هستیم، ما مسلمان هستیم. ما حقوق نداریم که دختری ما را یک مرد بیگانه آمده از پریگمخر آورده و او را آرا و تارا دهد. این گناه است وقتی که یک مرد بیگانه دست او در سر و زلف دختری من میرسد. این خیلی بیغیرتی و خیلی بیناموسی من نشان میدهد. این متاسفانه در مردم وجود دارد. دخترها را آرا و تارا دهید، مویهای سرشان نبرید. بسیار خوب میشود که اونها را با عقل آرا و تارا دهید، اونها را با کیبانوگی آرا و تارا دهید، بعد به خانه شوهرهاشان برید. زنهای مدینه عایشه میگوید مرا بسیار نصیحت کردند پیش از آنه که خانه شوهر روم، لیکن امروز زنها را نصیحت نمیکنند. و این سخن ابوبکر صدیق که میخواهند دخترم در نکاحی رسول اکرم باشد، اینم صورت گرفت. برادرای عزیز و گرامی، بدگویی های عایشه صدیقه هم وجود دارد. حضرت عایشه را تهمت در زنا کردگیند، تهمت کردگیند. بالای او از آیت 11 سوره نور تا 20 آیت سوره نور برای پاکیزگی عایشه آیت قرآن نازل شده است. این برای پیغمبر خدا را در خجالت گذاشتن، ابوبکر صدیق در عذاب گذاشتن، منافقات توانستند که یک آوازه تهمت در مدینه برپا کنند. این چگونه صورت گرفت؟ پیش از آنه که صورت گرفتن این تهمت من برای شما گویم، فراموش نکنید که اولین محبتی که در اسلام رخ دادگی است، این محبت رسول اکرم با عایشه است. اولین محبتی در اسلام است. رسول اکرم خود در روایت های صحیح بخاری میگذارد محبوب ترین زن به سوی من این حضرت عایشه است. محبوب ترین زن عایشه را بسیار بسیار دوست می داشتند.
حتی گفتند فضل عایشه علی النساء کفضل سرید علی سایر الطعام. فضیلت عایشه گفتند بالای دیگر زنهایی که در نکاح دارند، بالای اونها مثل آبگوشت بالای دیگر طعام هاست. ببین در ما و شما طعامی که گوشت داشته باشد از طعام هایی که گوشت ندارد فضیلت و بزرگی این طعام بلندتر است. رسول اکرم گفتند عایشه در بین طعام ها همون طعامی گوشتدار هست گفت نسبت دیگر زنهایی که من دارم. حتی که بار رسول اکرم اینم در صحیح بخاری میگذرد، با عایشه صدیقه نشسته بودند که جبرائیل پایان شد و حضرت جبرائیل چی گفتند؟ گفتند ای محمد به عایشه سلام مرا برسان. جبرائیل به عایشه سلام میفرستد. رسول اکرم چی گفتند؟ یا عایشه یقرأ علیک السلام. جبرائیل به تو سلام میگوید. حضرت عایشه چی گفتند؟ و علیه السلام و رحمت الله و برکاته ترا ما لا ارا. بر جبرائیل بگو که علیه السلام و رحمت الله و برکاته، ای حبیب خدا آن چیزی را که تو میبینی من نمیبینم. مثلا جبرائیل تو دیده ایستاده من نمیبینم، لیکن سلام مرا به جبرائیل رسان. بسیار فضیلت ها در بین زنها داشت. باره میگوید حبیب خدا که بسیار خانه عایشه زیاد می آمد، در زیر چادر با عایشه دراز کشیدگی بود که دیگر زنهای پیغمبر شاید 5 نفرش شاید 6 نفری او یک جایه شدن و فاطمه را فریاد زدن. دختری دوست داشته ترین پیغمبر فاطمه را گفتن رو با پدرت بگو چگونه محبت به عایشه داره، با ما هم همچنان محبت کنه. اینم در صحیح بخاری میگذرد. حضرت فاطمه شکایت دیگر زنها را گرفت و به نزد پدرش آمد که رسول اکرم در زیر چادر با عایشه صدیقه دراز کشیدگی صحبت دارد. گفت پدر گو اجازت هست؟ گو اجازت هست. گو من شکایت آوردم. گو چی شکایت آوردی؟ گفت دیگر زنهای تو میگویند چگونه محبتی به عایشه داری، به ما نیز همچنان محبت کن. گفت فاطمه گفت تو دوست نمیداری آن کسی را که من دوست میدارم. گفت پدر گفت دوست میدارم. گفت پس من عایشه را دوست میدارم و برای تو امر میکنم ای فاطمه عایشه را همیشه دوست دار. فاطمه میگوید از جاش خیست و آمد نزد این زنها. گفت با پدرم آن چیزی که پیشنهاد کرده رسانیدم، لیکن بر من این گونه جواب گفت. گفتن زنهاش گفت ما را قناعت نکردی، ما را قناعت نکردی. گفت خیز بار دیگر رو بگو آن محبتی که به عایشه داری به ما نیز همچنان محبت کن. فاطمه گفت قسم به خدا دویم باره پیش پدرم نمیرم. گفت از جاش زینب ابن جحش خیست. این زن پیغمبری خدا بود، دختر عمش بود. حضرت عایشه میگوید در بین تمام زنهای پیغمبر در شرف و بزرگی قریب به من همین زینب برابر میشد. هم حسن جمالی خوب داشت، هم پاک دامن بود، هم دست بخیر داشت و همیشه شبها قیام لیل داشت. بسیار زنی خدا ترس بود، بسیار خدمتگار در پیغمبری خدا بود. میگوید زینب از جاش خیز گفت من شکایت شما را میبرم. خودش هم علم داشت زینب. آمد میگوید نزد حبیب خدا که همون حالتی که با عایشه دراز کشیدگی بود همون حالت قرار داد. زینب پیشش در آمد و ای حبیب خدا گفت از تمام زنهای تو شکایت همین که محبتی که با این عایشه داری با ما نیز همچنان محبت کن. حبیب خدا میگوید با چهره زینب تماشا کردم چیزی نگفتم. عایشه میگوید من فقط با چشمهای پیغمبر نگاه داشتم که اشاره کنه تا که من جواب گویم. لیکن حبیب خدا میگوید هرچند که نگاه کردم با چشم از چیز اشاره نکرد، لیکن از چهره او فهمیدم که وای به من دلالت کرد که از خود دفاع کن.
دفاع کن از خودت. من میگوید با زینب مناقشه کردم، دو زن با یکدیگر روبرو شدن، جنجال کردیم. ولی بعضی دو زنها سه زنها میگن بین ما جنگ است و دیگر. از این قصه ها برمیآید که در بین زنهای پیغمبر خدا هم رشک وجود داشت. میگوید مناقشه کردیم، لیکن میگوید در سخنرانی من زینب شکست دادم. عایشه میگوید من شکستش دادم. میگوید دیگر مجال حرف زدن نیافت و از جاش خیست. میگوید و رفت به جانب زنها گفت که رسول اکرم میگوید این دختر ابوبکر است. وقتی از جا زینب خیست میخواست که رود، گفت زینب گفت یک لحظه گفت این عایشه دختر ابوبکر صدیق است. زینب رفت به مردم رسانید. امام نووی میگوید برای چی پیغمبر خدا گفت که این دختر ابوبکر صدیق است؟ میگوید سبب و حکمتش در این است که یکمش عایشه را پدرش آدمی بزرگ بود و محبوب ترین مردها به سوی پیغمبر هم حضرت ابوبکر بود، و دیگر این که یکی از زنهای دانا و زنهای خیلی زیبای پیغمبر هم حضرت عایشه بود. حتی رسول اکرم آنچنان غمخواری به عایشه میکرد که زیباگیش خیلی زیاد که بود، مردهای دعاخانه دعوت میکرد که آمده عایشه را دعای چشم خانه. بالای عایشه دعاخانی ها میکردن که وای خدا از چشم حاسدان و از چشم چشمگران نجات دهد. از این قصه هم حکمت برمی آید که چشم فقط به دعا آدم رد میکند، به خار و به نعل و به موره چشمی و به اینا چشم دور نمی شود. به دعا خواندن چشم از بالا دور می شود. خلاص بیا گوش میکنیم خود حضرت عایشه این تهمت چگونه بیان میکند. خودی وای حکایه میکند، در صحیح بخاری قصهش میگذارد. غزوه بنی مستلیق بود میگوید و رسول اکرم وقتی که به غزوه میرفت، به جهاد میرفت، قرعه میپرتافت، یعنی در دستش یک چیزی را پنهان میکرد. کدام زنی که میافت همون زن همراه او در سفر میرفت. در همین غزوه بنی مستلیق عایشه صدیقه میگوید همون قرعه را من یافتم و مرا همراه خود در این غزوه همسفر کرد. و برای من یک اشتر آماده کرد. بالای اشتر کجاوه داشتم. کجاوه را گفتن همون یک خانچه میسازن که اگر شما دیده باشین در بالاهای فیل هم میگذارن، در بالای اسب هم میگذارن، در بالای اشترها هم میگذارن و در او همون رهبرها و سردارها سوار میشوند. برای حضرت عایشه کجاوه ساختگی بودند، در داخل همون می در آمد، در خود می پوشید و این کجاوه او را می برداشتند، بالای اشتر می ماندند و رهسپار می شدند. حضرت عایشه می گوید وقتی که این غزوه تمام شد، مسلمان ها در این ظفر یافتند. پس گشته آمدیم، در یک وادی قرار گرفتیم. نصف شب بود که فرمان شد که بارها را بندین، رهسپار به سوی مدینه می شوید. حضرت عایشه صدیقه می گوید من از کجاوه خود پایان شدم برای قضای حاجت از این اسکران رسول اکرم، از این کجاوه خود دورتر رفته قرار گرفتم برای قضای حاجت. قضای حاجت کردم، گشته به نزد کجاوه خود آمدم، دست در گردن زدم که مورم در گردنم نیست. یک موره داشتم، بسیار موره قیمت بود. همین مورم در گردنم نیافتم. پس برای جستجوی این موره باز به همون جایی که قضای حاجت کرده بودم رفتم. اونجا خیلی وقتی من زیاد گذشت، کافت و کاف کردم. وقتی که از آنجا برگشته آمدم،
نگاه کردم که کیها این مردم الکی رهسپار شدن، کسی در اونجا وجود ندارد. قصه خیلی با دقت گوش اندازین، شما خودتان پیخست میشوین که آیا این تهمت بود یا تهمت نبود. انا همینجا تهمت حضرت عایشه سر میشود. آمدم که نیست کسی، خجاوه منم بالای اشتر بار کردن رفتم. ببینید حضرت عایشه میگوید برای چی همون انسانهایی که خجاوه را برداشتن و بالای شتر بار کردن درک نیافتن که من در داخل خجاوه هستم یا نیستم؟ برای چی؟ سببش در چی بود؟ میگوید یکمش این واقعه میگوید بعد نزول آیت حجاب بود. یعنی حجاب، ساتر، رویمال انداختن، این آیت وقتی که آمده بود دیگر مردها حقوق نداشتن که هر یک کجاوه را کشاده و داخل او را تماشا کنند یا به سوی زنها نظر کنند. این دیگر مسلمان ها حق نداشتند. یکم صورت این بود میگوید. دویم صورت این بود که من بسیار سین و سالم خورد بود میگوید اون سالها و بسیار زنی بیگوشت بودم، خراب بودم میگوید. زنهای دوره رسول اکرم میگوید سیرگوشت نبودن و حضرت عایشه میگوید ما خوراک زیاد هم نمیخوردیم و فربگی هم در ما وجود نداشت. بسیار یک وزن سبکی داشتیم. از این خاطر کجاوه را برداشتگی آدم حس نمیکرد که در داخلش آدم هست یا نیست. ولی امروز میبینی چی مردمان چی زنامانت باور کنید خدا داند تابوچه برداشته نمیشود. حبیب خدا در حدیث های مبارک گفتن میترسم از امتی که شکم داشته باشد. ببینید از امتی که شکم داشته باشد از این گونه امت میترسم. مقصد شکم از راحت پیدا می شود. شکم بسیاری وقت از بیکاری پیدا می شود، از تربیه زیاد پیدا می شود، از تنبلی پیدا می شود. میگوید مادامی که دیدم کسی نیست، عایشه میگوید پس چیکار کردم؟ پس در همون جایی که خوابیده بودم چادر ما بالای سرم کشیدم و در همونجا نشستم و گمانم همین بود که مادامی که رفتن در کجایی که رسیدن داخل کجاوه را میکشاین میبینن که نباشم باز به همینجا گشته میآیم و همچنانم شد. عایشه میگوید نشستم قریب دم صبح شدند میگوید بیپره شدم و در جای خود غلطیده خوابم بود. این زمان میگوید قاعده همین بود که از پس عسکرهای رسول اکرم یک آدم راه در جستجو کرده می آمد که اگر چیزی از مسلمان ها غلطیده باشد و یا می برداشت آورده در دست صاحبش تقسیم میکرد. این حالت میگوید من خواب بودم که یک صدای شنیدم از صوفان ابن معتل سلیمی که این لله و این الیه راجعون گفت. همون آدمی که از پس می آمد و هر چیز خفا مانده را می برداشت همراه خود می برد، راستی من آمد می گوید و همین کلمه را گفت این لله و این الیه راجعون. یک تعزیه بیان کرد ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. میگوید صدای این مرد شنیدم برابر من از جای خود خیستم. قسم به خدا میگوید این مرد آنچنان مرد مسلمان بود که با من دیگر سخن نگفت، فقط اشاره کرد که بالای شتر سوار شد. میگوید شترش پایان کرد و اشاره میگوید بالای شتر سوار شدم و بند شتر را گرفت و به سوی مدینه رهسپار شدیم. انشاءالله در راه چی گفت و گذار شد و تا رسیدن این الک چی فتنه ها در مدینه منوره فرا گرفت. من میخواهم جمعه آینده ای را برای شما رسانم زیرا وقتم انجام یافت، وقتم تمام شد و این قصه البته باز
به خودش باز دوام دارد، نازکی ها دارد. برای این در دوام این 5 دقیقه که شاید باقی مانده باشد من این تمام کرده نمیتوانم. ان شاء الله جمعه آینده من برای شما این قصه را بیان میکنم.